خب اصل تصوف چیست؟ تصوف خب این کلمه از نظر لغت معناهای مختلفی دارد. بعضی ها او رو رشی کلمهش صوف گفته‌اند به معنای پشم. بنابراین این صوفی یا متصوف، اهل تصوف عادتا در زمان گذشته که لباسهای پشمینه و درشت می پوشیدن، بنابراین به همین کلمه اونها را موسوم کردن، صوفیشان گفتن یا اهل تصوفشان گفتن. بعضی ها میگن نه، ریشه کلمه این صافی است، از صفوت گرفتگی است، چون اینها در اثر ریاضت و در اثر مثلا کثرت ذکر و عبادت و پرهیز و تقوا که قلب خودشان از کدورات نفسانه که صاف و مصفا میکنند، بنابر به اینا گفته میشه صوفی، اهل تصوف. خب این معنای لغویش است، به اینقدر ما اهمیت ندیم، ولی معنای اصطلاحی تصوف چیست؟ تصوف یه مدرسه تربیوی است. در اصطلاح، در قرارداد علمای شرع، تصوف یک مذهب و مسلک و مکتب تربیوی است برای پاکسازی روح و اخلاق انسان از صفات رذیله و کسب صفات فضیله. بنابراین در علوم، در فنون علوم، تصوف در علوم اخلاق میخوانند. عرفان در رشته علوم اخلاق خوانده می شود. عرفان هم همون تصوف است، درجه عالیش. خلاصه یک مکتب تربیوی بوده است برای تربیت روح و اخلاق انسان و پاکسازی اخلاق انسان از چی؟ از صفات رذیله مانند بخل و کبر و حرص و شهوت پرستی و دنیا پرستی و این چیزها، و جایگزین کردن صفات فضیله مانند زهد و تقوا و خصلت های خوب انسانی که هستند. خب این مکتب فقهی نیست، این یک مکتب تربیوی است در دامن شریعت. بنابر خاطر این هیچگاه در مسائل فقهی، در مسائل شرعی رفتار کدام صوفی یا قول کدام مثلا شیخ و مرشد اگرچه صاحب کشف کرامات هم باشد برای ما حجت دلیل شده نمیتواند. چرا؟ زیرا ما احکام شریعت از ارباب شریعت میگیریم، ما احکام فقهی را از ارباب فقه میگیریم، از مجتهدین میگیریم، از فقها میگیریم، نه از اون کسی که اهل تصوف است. آره هست صوفی ها و اهل تصوف که در عین زمان صوفی است ولی فقیه هم هست، در عین زمان صوفی است ولی مجتهد هم هست، مانند امام ربانی، مانند حضرت غوث الاعظم، یا مانند خود من محمد عمری سربازی. با این خیلی ها زیاد هزارها هزار صوفی های داریم که اونها در عین زمان عالم بودن، عالم به حدیث بودن، عالم به فقه بودن، عالم به احکام شریعت بودن. خب اکنون این تصوف دو قسمی شود، تصوف اسلامی و غیر اسلامی. با اسم تصوف حالی مسلک و سلسله های بسیار در طول تاریخ در کتاب ها نوشته شدگی است، نشر شدگی است. بنابراین ما اون تصوف را قبول داریم و اون تصوف مقبول علمای اسلام است که در چارچوبه شریعت است، برخورد با شریعت ندارد، مخالفت با قرآن و سنت و احکام شریعت ندارد. اما هر تصوفی که با قرآن و سنت و احکام شریعت مخالفت داشته باشد، هم در عقیده، هم در عمل، هم در اخلاص، اون صورت بدانید اون تصوف غیر اسلامی است. اون تصوف اسلامی نیست. با اسم تصوف گفتم در طول تاریخ سلسله های زیاده، مکتب و مسلک و مذهب های زیاده
منتشر شدگی هست. از این خاطر ما علمای اسلام اونش قبول میکنن، مقبول میدارن که در چارچوبه شریعت است. البته جمهور تصوف همچون یک مکتب تربیوی قبول میکنن، ولی وهابی ها و سلفی ها اونها اصلا تصوف بدعت میدانن، بنابراین صوفی ها رو اونها مبتدع میدانن. ولی علمای حنفی، علمای شافعی، علمای مالکی و مشایخ حنبلی همه تصوف همچون یک مکتب تربیوی قبول دارن. خوب، امام بزدوی که یکی از علماهای مذهب ماست، در کتاب اصول دین دارند. در کتاب اصول دینشان ذکر میکند که اکثر خیلی گفته است سلسله های تصوفی اهل سنت و الجماعت هستند، لیکن الا انه قد ظهر فیهم مذاهب ردیه، مگر میگوید در بین مذهب های تصوفی بعض مذهب های ارتدادی یعنی مرتده هم پیدا شدگی هستند، ظاهر گشتگی هستند. بعد چند عدد از اونها را نامبر میکند و باطل بودن اونها را امام بزدوی بیان میفرماید در کتاب اصول دینشان. یکی از اونها میگوید مذهب حبیه بوده است، یه مذهب تصوفی است با اسم حبیه. اینها دعوا داشتن که وقتی که خداوند یه بنده که دوست داشت تکلیفات شرعی از او برداشته میشود، تکلیفات شرعی که دیگه نماز است و طاعت است و عبادت است و حرام و حلال است، رعایت اینها از او برداشته میشود. او بنده دیگه هر گونه رفتاری که بکند براش جایز است. کدام وقت کدام مذهب تصوفی ده یا از زدام کدام صوفی این قول شنیده داره که این مذهب باطل است و این مسلک باطلی مردود است. حتی بعضیاش همین آیت وعبد ربک حتی یأتیک الیقین دلیل میکرد. یا بدبختا گفتیم خدا میگوید که اوی پیامبر عبادت کن تا آمدن یقین، حتی برای انتهای غایت است، تا آمدن یقین عبادت است. همین که یقین آمد در دل که جا گرفت، یقین میگم مرادمون ایمان کامل. وقتی که ایمانت کامل شد، یقین در دل که جا گرفت، دیگه فلا عبادت ولا طاعت، دیگه نه عبادت است نه طاعت. بنابراین دیگه آزاد میشه بنده. حالا که در این آیه مبارکه حتی یأتیک الیقین، این مرگ است. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین حتی یأتیک الموت. ای پیغمبر تا لحظه مرگ عبادت کن. مگر یقین کسی با یقین پیغمبر برابر می شود که تا آخرین لحظه با عبادت خدا با طاعت خدا بودن. بنابراین این سخن باطل است. بعضی از مذهب‌های اولیاییه میگفتن، این هم یکی از مذهب‌های باطل تصوفی بوده. اینها میگفتن ولی نعوذ بالله از نبی و رسول هم افضلتر و بهتر است. این هم باطل است. بعضش اباحیه بوده است. اباحیهش اینه همه چرا اموال و حتی فروج برای همه مباح میگفته است. مانند سوسیالیست ها بارید میگفته است برای هر کس اموال و زن مباح است. کسی نمیتواند این مال من یا این زن من گوید اختصاصی به خودش دید. یه شیعه. بعد از آن با مذهب حلولیه بود است. حلولیه هاش وقتی یک امرد یعنی یک نوجوانی که هنوز ریشو گویا برود ندارد مانند دخترهاست میدیدین زیبا، میگویند این یه صفت از صفتهای پروردگار در این حلول کردگی است. با او رو در بین در آورده با او رقص میکردین، آغوشش میکردین، چه خیلی بچه بازی میگویند در زمانهای قدیم. بعضی بدبخت حتی صوفی ها همین کار میکردین. میگفتن این مظهری از مظاهر خداست، این یک مظهری از جمال پروردگار است. گفته با وای بچه بازی میکردین. اینها هم باطل است. اصلا رقص کردن در مذهب اهل تصوف تمام فقهای حنفی خودمان
ممنوع اعلام کردن، منع است میگویند، جایز نیست این عمل، مگر در حالت وجد، در حالت جذب و جنون و بیخودی که شخص از خود میرود. خوب در اون صورت چون حکم مغما علیه دارد، چون حکم آدم بیهوش و بی عقل دارد، معذور است میگن. ولی در صورتی که عقلش بسرش باشد، در سرش باشد، جایز نیست رقص کردن در حالت ذکر خدا، در حالت چی. خیلی خلاصه محمد عمر سربازی یک کتاب دارد با اسم خلاصه التصوف. کسانی که صوفی شدن بخواهید این کتاب بخوانیتون. حالی متاسفانه بعض پیرها مریدها را از دانش آموزی و کتابخوانی و علم آموزی منع میکنند. والله کدامش که منع بکند این دلیل باطل بودن مذهب و مسلک و رویه او است. هیچگاه تصوف با علم منافات ندارد، هیچگاه تصوف با علم دشمنی و عداوت ندارد. تصوفی که شما را از علم جدا میکند او تصوف باطل است. بنابراین باید شما خوانید آداب صوفی را، شرط و شرایط صوفیگیری باید از اون کتاب بیاموزید. خوب ایشان در کتابشان قریب 32 سلسله های تصوفی رو ذکر میکنند. 32 سلسله های تصوفی. من در دیار ما دو تاش مشهوره، نقشبندیه و قادریه، که این سلسله های تصوفی منصوب هستند به همون شخص هایی که مؤسس این سلسله ها هستند. البته تفاوت های اینها در تربیه همون سالک است، در تربیه همون مرید است، از طریق تعلیم ذکر که همین ذکرها را چگونه به او تعلیم میده، در چه وقت گفتن در کار، چه مقدار گفتن در کار، از این طریق تفاوت ها دارد. یا جهر گفتن در کار یا پس گفتن در کار، تفاوت هاشون در این. 4 سلسلهش گفته است دنیا دا مشهور است، یکی نقشبندیه و دیگری قادریه و بعد از اون چشتیه و سهروردیه. اما دیگر سلسله هاش مثلا ما در کشورهای افریقای غربی که ما رفتیم اونجا تیجانیه و با مثلا رفاعیه و در قفقاز باشه شاذلیه و خلاصه قریب 32 سلسله مکتبه های مثلا تصوفی بودیم. خیلی خلاصه شخصی که این تعلیمات به مریدها تعلیم میدهد و مرید تربیت میکند او را در اصطلاح تصوف پیر گفته میشود. پیر یا اینکه شیخ گفته میشود، شیخ کامل. حافظ پیر مغانش میگوید. خب این پیرم محمد عمر سربازی تقسیم بندی کرده، 3 قسم می شود. یکی پیر کامل، دیگر پیر مقلد، سوم پیر ناقص. ثانی ویژگی های هر کدام را ایشان بر می شمارد، ذکر می کرد. برای پیری که کامل و با مکمل است می تواند سالک کامل بسازد، حضرت 7 شرط در کتابشان ذکر کرده است. خیلی بسیاری فقها 4 شرط ذکر میکنن، ایشان 7 شرط ذکر کرده هم. یکم همون شیخ، همون پیر میتواند کامل و مکمل باشد که عالم به قرآن و سنت باشد و عالم به احکام شریعت باشد، البته به اندازه نیاز، به اندازه که نیاز است در تربیت باید به همون اندازه از قرآن و سنت و احکام شریعت اطلاع داشته باشد، آگاهی داشته باشد، عوام نباشد، بی سواد نباشد، جاهل نباشد، عالم باشد. دوم در اعتقاد و اعمال و اخلاق تابع قرآن و سنت و احکام شریعت باشد. یعنی عقیده‌ش هم با عقیده قرآن و سنت و شریعت مطابق است، اعمالش هم، سلوک و رفتارش هم و اخلاقش هم مطابق قرآن و سنت و احکام شریعت. سیوم صفت ویژه‌اش همین است زاهد باشد. زاهد یعنی چی؟ یعنی دنیا پرست نباشد،
محبت، رغبت، حرص و طمع به دنیا و زرق و برق دنیا نداشته باشد. مثل انبیا، مثل من او خلفای راشدین. ببینید پیغمبر خدا دنیا در دستشان می آمد، گاه خرمن می شد تنگ و تلا، ولی دیدید که ایشان دلبستگی به اون دنیا داشته باشند. یا حضرت عمر یا حضرت ابوبکر، نظر که زاهدانه زندگی کردن، شاهانه زندگی نکردن. آره دنیا دارم ولی محبت دنیا ندارم، اینه میگن زاهد. حتی محمد عمزی سربازی گفته که ادعای برتری کمال، کدام شیخی که خودش از دیگرها کامل حساب میکنه دعوا میکند، همین هم گفته است همین ادعاش یک نوع از دنیا پرستی است، بنابراین مذموم است. معلوم میشه این هنوز حالی زهدش کامل نشده است. کدام شیخی که این دعوا رو ادعا رو داشته باشد. چهارم صفتش گفته است مدت در خدمت شیخ کامل و مکمل بوده باشد. این همون مکتبه که خودش امروز سرپرستش است، مربی و معلمش است، همون مکتب خودش ختم کرده باشد. همون سیر و سلوکی که به مریدها تعلیم میدهد، باید اون سیر سلوک در زیر نظارت یک پیر کامل خودش طی کرده باشد، ره دیده باشد و میتواند شما را دستتان بگیرد و با اون راهی که خودش طی کرده است برود شما را به مقصود برساند. اگر رفت و بدونی، بنابراین شیخ‌های گذشته از شیخ‌های سابقشان خط ارشاد میگرفتن. خط‌های ارشادی قلبکی نه، امروز حاضر رنگ دیپلمای دانشگاه ها خط‌های ارشاد هم دیگه قلبکی شده است، فلسفی بهش میگن، روز هم خیلی شده. همین یک محفل میشینه خط ارشاد برابر دستش میتید. پیرهای پیش برای خط ارشاد دادن یک مرید رو از سوراخ سوزن میگذارم بیچاره را، سالها او رو میسنجید، سالها او رو آزمایش میکرد، بعد از آن به او خط ارشاد میده که تو کامل هستی، اکنون میتوانی روی باز دیگرها رو تربیت میکنی، تربیت اخلاقی میکنی. بنابراین یک شرط دیگرش گفته است همین است. لیکن باز بعض جریانهای تصوفی هست، مثلا من سلسله اویسیه میگن در سلسله اویسیه ارشاد یک شیخ سابق شرط نیست. حتی مولوی جنونی یا نظم داره در معدن حالش میگد مشرب و حافظ جنونی ویسیان، از شراب جام احمد میزیان. حضرت مشرب گفته است، حضرت خواجه حافظ گفته است خودشان، ما گفته است ویسی هستیم. ایشان هم بسیار سلسله ها را حضرت طی کردگی هستند جنونی. مشرب و حافظ جنونی ویسیان، از شراب جام احمد میزیان. پیر ایشان روح پاکی سرور است، این قنادل زان چراغ انور است. ما نگه مرشدمان روح پاک پیغمبر خداست، پیغمبر خدا روحشان ما رو تربیت کردگی است، نه کدام شیخ، نه کدام پیر کامل و مکملی. خب پنجم شرط گفته است علما و مشایخ منصف آن وقت او را تحسین میکنن. ببینید شرط پنجمی پیری کامل و مکمل همین است که دانشمندها و مشایخ معاصر او، البته اونایی که منصف هستند، مغرض نیستند، او را سلوکش، رفتارش، سیرتش، کردارش تحسین کنند. یعنی همه خوب است گویند، یعنی گویند این ایشان یا این شیخی که سلوک و رفتارش مطابق سنت است، علمایی که عالم به سنت است، عالم به حدیث هستند، عالم به شریعت هستند، فقها هم تحسین میکنن، بگن همه رفتارش مطابق سنت است، پس تصوف صحیح است. اما رفت اگر علما نسبت رفتار او، نسبت سلوک او خوردگیری ها میکرده باشند، علماهای البته منصف، نه اون مغرض ها رو ما کنار میگذاریم. در این صورت معلوم میشود مذهب و مسلک و روش این صوفی زیر سؤال است. ششم
اخلاص و اعتقاد خواص علما به نسبت عوام به او بیشتر است. یعنی مخلص و مریدهای او بیشتر از اهل علم هستند. از عوام دیده علماها، دانشمندها، فقها به او مخلص هستند. از عوام دیده یک نشانه دیگر پیر کامل این است. مثل من مجدد الفسانی، یا مثلا من شیخ ولی الله دهلوی یا شیخ عبدالعزیز، همه صوفی هستند. ببینید همه مریدهای اونها، مخلصهای اونها علماهای به درجه اجتهاد رسیده کامل هستند. اما این شیخ را دیدید که همه تابعاش و مریدهاش اکثرش 90% بی سواد هستند و جاهل هستند. 10% شاید یگان عالمای اونها شاید به یگان غرض دنیوی باشد، یگان مقصد دیگر اختی باشد، تابع داشته باشد. معلوم میشه که این شیخ رفتار و مذهب و مسلکش زیر سوال است. هفتم نشانه شیخ کامل التزام به مستحبات داشته باشد. ببینید حتی عملهای مستحبه، چه خیلی که ما مستحب خواهیم به جا میاریم، نخواهیم به جا نمیاریم. مانند من صلات ضحی چاشت روز و صلات تهجد و مثلا تحیه مسجد و یا اینکه مثلا صلات انا شکر وضو یا دیگه مستحبات فعلی هست. حتی همینها رو مانندی واجب ادا میکنند. اگرچه واجبشان نمیداند، واجب اعتقادش نمیکنه، زیرا اینها رو واجب اعتقاد کردن با بدعت است. علما ها میگن مستحبات واجب، لیکن همچون واجب ادا میکنه، ترکشان نمیکنه، التزام دارن. این نشانه هفتمش است. اما وقتی که شما یه شیخ میبینید که دعوای شیخی دارد، حال مستحبات اون طرف ایستادگی سنت ها رو ترک میکند، داند که وای شیخش هم زیر سوال است. حال حکایه میکند خود همین محمد عمری سربازی در کتاب شمشیر برانش، این حکایه در معدن حال هم هست، در کتاب تذکرة الاولیای فرید الدین عطار هم هست. میگن بایزید بستامیر در عصرش یه شیخ شهرت پیدا کرد که آوازش در همه آفاق پهن شد، که دائم او میگد چله نشین بود. یک سال به یک مراتبه از چلش از خلوت خانش بیرون میشد، یک روزی معین، یک تاریخ معین، یک ساعت معین. در اون ساعت همه مردم میگد جمع میشدن گردی صومعش، میبرامد البته بیمارها و مشکل افتاده ها و کار افتاده ها، دعا میکرد. با برکت دعاش، ببینه با مستجاب الدعا بود، با برکت دعا بیمارا رو شفا میداد، حاجتمندا حاجتشان هم برآورده میشد. خوب خلاصه همین خیلی شهرت با همین کرامات اجابت دعا داشت. حضرت با میگه با جمع از دوستا زیارت ایشان رفتن، چون زمانی بایزید با شنیدن آوازه رو، با جمع از رفقا زیارت همون روزی موعوده که ایشان اون شیخ از صومعه می برآمد رفتن، منتظر برآمدن شیخ بودن. یه وقتی میگه شیخ از صومعهش بیرون شد جانب قبله ثانی آب دهن پرتافت، یعنی تف کرد. حضرت بایزید دیدن، همین عملش دیدن، از راه گشتن، گفتم من با این شخص دیگه زیارت نمی کنم. زیرا این آداب قبله رو ببینید، قبله رو البته آدابش تف جانب قبله این گناه نیست، این معصیت نیست، فقط ترک ادب است. ترک ادب وقتی که ادب حرمت خانه کعبه که رعایت نکرد، من گفتم دیگه به این اخلاص هم ندارم و زیارتش هم از راه برکش میده. به خاطر یک آب دهن جانب قبله انداختم. دوستای خدا تا این حد نیاکن. پس بنابراین این شیخ کاملی مکمل شدن کاری آسان نیست. خوب، اما کشف و کرامات برای شیخ کامل و پیر کامل شدن شر نیست. ببینید در همین شرطایی که تمام کتابات برای شیخ کامل ذکر میکنن، هیچ کدامش ذکر نکردن که از خود کرامات ظاهر بکنن. این کرامات دشمنای خدا هم ظاهر میکنن و استدراجش میگوین. این کارهای فوق العاده
که خارق عادش میگویند از دشمنان صادر میشد، از کافران صادر میشد، از منافقان. خداوند این به دست اونها جاری میسازد. بنابراین این دلیل نمیتواند برای فلانی های اسرار قلبی من دانست، ای فلانی مثلا در دل من چی گذشت دانست پس معلوم میشه او ولی است. نه، این چیز نباید میزان و معیار شود برای ولی را شناختن. میزان شما، ترازوی شما برای شناختن ولی همین شرط هایی که الان صاحب کتاب ذکر کرده است این باید باشد، این چیز باشد، این شریعت باشد. اگر مجملا گویا باید شریعت میزان شما باشد. خب خلاصه کلام این نوع اول شیخ پیر. پیر دوم که پیر مقلدش میگویند. پیر مقلد کیست؟ ایشان میفرمایند پیر مقلد آن است که یه شیخ سابق از جهان میرود بدون اینکه در جای خود کسی را جاینشین و جایگزین بکند. سپس یکی از وارثای همین شیخ، خواه از فرزندهاش خواه از مریدهاش، دعوای شیخی میکند. دعوای شیخی میکند و کارخانه میکشاید و طبل پیری میزند و دست مرید میگیرد. این میگن پیر مقلد، بر سجاده همون شیخ بدون اجازت، بدون ارشاد اون شیخ نشسته مردم چی دعوت میکنند و هدفش هم بجز کسب شهرت و مال و ثروت دنیا چیزی دیگری نیست. این نوع پیر البته صاحب کتاب گفته است نمیتواند سالک به مقصد برساند و از صحبت او باید پرهیز کرد. سوم نوع پیر گفته است پیر ناقص می شود. پیر ناقص کی است؟ اون شخصی است که طریق سیر و سلوک کاملا خودش طی کردگیش نیست. اون راهی که باید در تصوف سیر بکنن سیر کردگیش نیست و خود مثلا چی شیخ نامیده است، دعوای شیخی کرده است، کارخانه کشاده است. حضرت میگن صحبت چنین پیر ناقص، چنین مرد ناقص برای طالب ها و سالک ها و مریدا از زهر قاتل هم گفته است بدتر است که اونها را گمراه میکند، استعدادهای اونها را میکشد. بنا حضرت مولانا میان نظم دارد میگه که ای بسا ابلیس آدم روی هست پس به هر دست نباید داد دست. دست ناقص دست شیطان است و دیو. مرد ناقص پیر ناقص دستش دست شیطان و جن نمیگوید. دست ناقص دست شیطان است و دیو، زن که در بند هوای نفس است و ریو. او میگه در بند همون خواهشات نفسانیش هست. خب خلاصه کلام امام ربانی مجدد الفسانی که ایشان هم عالم هستند و هم پیر و هم مرشد، در نوشته هاشان میفرمایند طریقت جزئی از شریعت است. حتی طریقت با مرحله ها دارد، حقیقت می شود، معرفت می شود. میگه همش خواه طریقت باشد، خواه حقیقت باشد، خواه معرفت باشد، اینها خادمان شریعت هستند، خدمتگاران شریعت هستند برای تکمیل کردن جزء سوم شریعت که اخلاص است. ایشان شریعت سه تقسیم میکنند، یکی علم، دیگری عمل، سوم اخلاص. برای تکمیل علم و عمل احتیاج به طریقت و حقیقت و معرفت نیست، فقط برای تکمیل اخلاص، اخلاص در عبادت، اخلاص در عمل. خوب نیاز اینه که به شریعت و طریقت هست، میتونید شما در طریقت وارد شوید. خوب خلاصه داخل شدن در طریقت حکم شرعیش هم همین دانید مستحب است. علماها از مستحب حکمش بالا نمیگویند، کسی خواهد میکند کسی نخواهد نمیره. همون هم در صورتی که ما شیخ کامل پیدا بکنیم، شیخ کامل پیدا بکنیم، نه هر کسی که طبل شیخی بزند ما رو مانند اولاغباری چشم گوش بسته درها دست بیعت تیمو به او مثلا و خوب بسنجیمش موافق مثلا با میزان شریعت مطابقت میکند رفتارش و سلوک و گفتارش، آره با مستحب است روی ما با او بیعت بکنیم و
در حلقه مریدان او داخل بشه. بنابراین خودش گفته است که اینها پس گفته است هر صوفی بدون اتباع شرع میخواهد طریقت را طی نماید، این میگوید محال عقلی و شرعی است. کسی میخواهد راه تصوف بدون پیروی از شریعت، این از شریعت بیرون، نعوذ بالله خلاف شریعت رفتار کرده، میخواهد صوفی شود، این هم از نظر عقل محال و ناممکن است، هم از نظر شرع محال و ناممکن است. باید صوفی گفته است سریموی از شریعت منحرف نگردد. سریمو حتی گفتن که با مستحبات حتی باید التزام داشته باشد. شریعت بدون طریقت ضامن نجات انسان هست. ببینید ما بدون طریقت وقتی که پیروی از شریعت کنیم از عذاب اخروی نجات میابیم. شر نیست برای نجات از آخرت ما کم کدام پیر داریم مرید شویم. همین شریعت ضامن نجات ما از عذاب آخرت هست. طریقت شر نیست برای نجات یافتن ما از عذاب آخرت. این سخنهای امام ربانی است. میگوید شریعت بدون طریقت ضامن نجات اخروی می باشد، ولی طریقت بدون شریعت نمیتواند شما را از عذاب آخرت نجات بدهد. طریقت بدون شریعت ضامن نجات اخروی شما شده نمیتواند. اون وقت طریقت میتواند شما را نجات بدهد که در چارچوبه شریعت باشد، در دامن شریعت باشد. بنابراین کسانی را که شریعت از طریقت جدا میکنند ایشان احمق نامیده است. حضرت بسانی چه میگوید؟ پس معلوم شد که هر که قائل به تفاوت و فرق بین شریعت و طریقت است، آن انسان گفته است نادان و احمق است. کسی میگوید که مذهبی عاشق زی مذهب ها جداست، صوفی ها را مذهبشان دیگر است، اینا رفتاراشون نمیشه در چارچوب شریعت برکشید، این دعواها رو میکند، این طریقت باطل است. این تصوف گفتیم غیر اسلامی است. تصوف اسلامی در چارچوب شریعت میشود که از روی نادانی کل را از جزء جدا کرده است، برای که طریقت جزئی از شریعت است، این از هم جدا کرده است و این عین کفر ورزیدن و الحاد است. حتی گفته است انسان با کفر و الحاد میکشاند. بنابر خاطر همین باید حالی بعضی رفتارها در این مکتوب از ما سوال شده است که بعضی مریدها نسبت پیرها میکنند، مثلا سجده کردن در پیش پیر یا اینکه در نزد پای پیر، تا جایی که مانند سجده خم میشدیان پای پیر مثلا بوسه میکردیان. آیا همین از نظر شریعت جایز است یا نه؟ البته ناجایز است. در شریعت اجازت سجده کردن برای بشر، برای انسان، خصوصا در شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم ممنوع است، جایز نیست است. بعضی شیخان حتی دلیل میکردیان قصه حضرت آدم و حضرت یوسف که خداوند من ملائکه را امر کرد آدم که بشر بود سجده کردن، برادرای حضرت یوسف یعقوب مثلا یوسف سجده کردن. یکمش که این سجده ملائکه ها به آدم یا سجده برادرای یوسف به یوسف، اینها تعویل ها دارن. محدثا مفسرها چند تفسیر دارن در این باره. بعضی میگن حضرت آدم مسجود ملائکه ها نبود، بلکه وی قبله سجده بود، مانند که ما طرف خانه کعبه سجده میکنیم. مقصود ما سجده کردن خانه کعبه نیست، مقصود ما مسجد ما خداست، فقط کعبه قبله سمت سجده ما است. آدم هم میگن مانند همین بود. حضرت یوسف هم میگه برای برادراش مسجد نبود، مسجد خدا بود، یوسف گویا سمت سجده اونها بود. بعضی اون تفسیر میکنن. بعضی هم میگن خوب این سجده اگر رفت و سجده مثل نمازم که باشد، خوب این در شریعت گذشته بود، بلکه منسوخ شدگی است. منسوخ بودنش قول جمهور است. جمهور علمای اسلام سجده انسان بر انسان حرام میدانند. البته اونها با دلیلش من همین حدیث است. ابن ماجه در سننشان و امام بوستی در صحیحشان روایت میکند. خب حدیث های بسیاری در این باره. میگوید حضرت معاذ رضی الله عنه از شام آمدن. وقتی که از شام آمدن به زیارت رسول اکرم رسیدن، خواستن زمین سجده کرده پای پیغمبر خدا رو بوسه کنن.
فقال ما هذا، حضرت پرسیدن این چیست؟ گفتم قدمت الشام فرأیتهم یسجدون لبطارقتهم و اساقفهم. یا رسول الله من شام رفتم، در شام دیدم که مردم شام مسیحی ها راهب هاشون همه قصه زیارت میکنن، سجده میکنن پیش پاهاشون بوسه میکنن همه قصه. فاردت ان افعل ذلک بک. یا رسول الله شما پیغمبری بر حق هستی، اونها باطل هستند، پس وقتی که بر حق اونها میکنن ما اولاتر هستیم که این عمل با شما بکنیم. رسول اکرم گفتن که لا تفعل، گفتن ای سعد این کار نکن. ای معاذ گفتن فانی لو امرت احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. اگر گفتن من کسی را از انسان سجده به انسان امر میکردم، برای سجده انسان دیگه امر، البته زنها را امر میکردم سجده شبها را بکنن به خاطر حق عظیمی که اونها بر گردن همسراشون دارن. بنابراین حضرت از سجده منع کردن و امر بالمصافحه کردن. خوب، بنابراین صاحب تفسیر قرطبی، امام قرطبی میگوید که این سجده هایی که دلیل میارن که مثلا در شریعت های پیش بود، همه اینها میگن اینها منسوخ شده هستند در شریعت اسلام، از این خاطر سجده اونها جایز نیست. با حتی همین حکایت کرده که و هذا السجود المنهی عن قد اتخذه جهال المتصوفه عادة فی سماعهم و عند دخولهم علی مشایخهم. همین نوع سجده را متاسفانه گفته است بعض صوفی های جاهل گفته است عادت خود کردیم، در وقت زیارت پیرشان یا در وقت سماع این ذکرشان. فیر الواحد منهم اذا اخذه الحال بزعمه یسجد للاقدام. وقتی با قول خودش گویا که به وجد می آید، این امکان ندارد همه اونها با وجد بیاید در اون حالت. بسیاری وجد ها دروغ است. اون آدمی که به وجد می بیاد به حالت جذب و جنون دارد و خودش گم میکنه، اون حالا با سوزن و با کار زنی باید وای نفهمد. گویا دعوا میکنن که ما حالت وجدمان، حالت جذب و جنونمان است، بنابر خاطر می در پیش پای پیر میافتیم و سجده میکنیم. این میگوید باطل است، این سخن میگوید این لجهله سواء اکان للقبه. هذا میگه جهالت من ضل سعیهم و خواب عملهم. این عمل باطل است. میگه کسانی که این کار میکنن از این عملشون با امید ثواب دارن، اونها برعکس گمراه شده ایستادن، خبر ندارن. میگن حضرت امام قرطبی در تفسیرشان آورده است. بنابر خاطر من این رفتار به این درجه که ما در پیش یک انسان دیگری، خواه استادمان است، خواه شیخمان است، خواه پدرمان است، حتی در باب پدر خیلی بعضی کتاب ها هست، بعضی روایت ها هست و پدر برای که خدا قرآن حکمش مثلا بیان کرده است، احترامی و تعظیمی و در حدیث ها پیغمبر خدا و خدمتش مثلا از عبادت نافله بهتر گفته. ولی درباره پیر، خصوصا پیری طریقت، نه آیت قرآنی هست نه حدیثی نصی صریح در این باره آمده است که ما باید پای او رو بوسه بکنیم. بنابراین این نوع تعظیم های جاهلانه از شریعت بیرون است، بسیار انسان ها را به گمراهی میکشاند. حالی بعضی ها میگن نور، گویا اینکه پیر نوری قوی هست، نوری ضعیف در برابر نوری قوی قرار گیرد، بنابراین به اختیار سجده میده. اینا هم از یک وسوسه های شیطانی است. والله مگر از نور پیغمبر خدا قویتر یگان نوری دیگری در دنیا بود؟ پس چرا صحابه های رسول اکرم این معامله رو با رسول خدا نکردن؟ حتی حدیث های صحیح حضرت میدن آمدن صحابه ها در حضور پیغمبر خدا از جان نمیخیستن، چون میدانستن که پیغمبر خدا دوست نمیداره خیستن، معنی میکردن. چی جایی با خم شده پا رو بوسه کردن؟ اینا همش تلبیس های شیطانی است. بنابر خاطر همین باید در طریقت التزام شریعت کردن. بنابراین کسایی که در طریقت قدم میگذارن لازم است که اونها باید علم آموزن، علمش دین آموزن، علم شریعت آموزن. والله کدامش که از علم خودش محروم میکند، جدا میکند و گمراه میکند، طریقتی و طریقت شیطانی میشه. همون طریقتی که حضرت مولوی جنونی در معدن حالش یک حکایه دارد. یکی از
مریدهای شیخ جنید الله را حکایه میکند. جنید را یک مرید بود و ناگاه، حضرت بسیار شیرین میگه حکایه، زی تلبیسی عزازیل گشت و ازرا. همین نورتابه ها بعض وقت شیطانی هم میشه، نورها رو جن ها هم در نظر انسان نشان میدهد. در تلبیس شیطان گرفتار شد میگه، به همین گمراه شد میگه. شدم مغرور در صاحب کمالی که حاصل گشت قربی لایزالی. این چه حاصل شدش؟ شبها در وقتی که در مراقبه میشیش، یک گروه سفید پوش ها با یک شتر می آمدن حضورش، می گفتن که بیاین شتر به سوار شب، ما تو رو سیر بهشت میبریم. خوب یک شب دو شب همه حالت پیدا شد، دیگه گمان کرد که من کامل شدم دیگه، نه پیر در کار برای من، نه جنید الله در کار است، نه کسی دیگر. با هر شب اشتری میگشت پیدا، بگفتندش سواری ساز شیدا. این شطور سوار شد ای شیدای خدا، که ما آیان میبریم سوی بهشتت، که مقصد یافتی از سرنوشتت. تو اگه از تقدیر مقصد رو درسیدی، ما تو رو جانب بهشت میبریم. این خیال کن ملائکه هست که ما رو بهشت میبرن. نمودی عیش تا وقتی سحرگاه، بدیدی خیش در صومعه ناگاه. اون شب میگه خیلی در بهشت در ناز و نعمت ها، از ناز و نعمت ها میخور، از شراب های بهشت مینوشید، با حورهای بهشتی صحبت میکرد، عیش عشرت میکرد. صبح میگه در صومعهش به خود میآمد. چنان شد صاحب دعوا و نخوت، که من فوق همه شیخ ولایت. همه من کاملتر و مکملترم گفت. بشد واقف جنید از واقعه او، برفت در صومعه آن زشت بدخو. بعد دید که دیگه بیدرک شد مرید، پرسید که چرا فلانه دیگه نمیبید صحبت ما. گفتن همین خیلی دعوا دارد دیگه، من احتیاجی به کسی ندارم، من دیگه خودم سیر سلوک دارم، با قرب خدا رسیدگی هستم. با حضرت میگه صومعهش رفت دیدنش ده. خوب برفت با پرسیدش، دید که بسیار مغرور شیخ جنید، پیرش هم دیگه یک تینی زردک نخرید. اون خدا خودش کبر نشان داد دیگه. من گفت کامل شدم، احتیاجی به شما هم ندارم. گفت من شبها من گفت سیر لامکان دارم، سیر بهشت و جنت دارم. به حضرت چه گفت؟ بگفتش گر روی این شب در آنجا، بخوان لا حول را یاد آور از ما. گفت ای فلانی، گفت همین شب که همون بهشتت بردن، وقتی که میبرند همون شتر سوار، همون خدمتگار ها گفتن کلمه لا حول ولا قوت الا بالله بگو، ثانی از ما یاد کن، از جای شیخ جنید الله یاد کن. خوب بعد این شبه باریم آمدن، میگن اون قافله اون کاروان سوارش کردن بالای شتر با میبردنش در راه. رفتی ساده بود که یک هم توصیه شیخ جنید الله به خاطرش آمد، لا حول ولا قوت الا بالله. گفتو پیرش یاد کرد، جنید الله رو یاد کرد. به خاطر آمدش لا حول فرمود، برآمد از دماغ لشکرش دود. همین کلمه لا حول رو گفته بود که یک بار داد و فغان لشکری هاش پیدا آمد. جن بود یعنی بسم الله رو که گفتی چی میشه؟ شیطان میگریزد. خروشان آن جماعت رفت هر سو، فتاد اندر نجاست خانه او. همه گم شد، دید که خودش در یک نجاست خانه افتادگی، در یک نجاست خانه. خروشان آن جماعت رفت هر سو، فتاد اندر نجاست خانه او. هر سو بوی بد اندر دماغش، نجاست خانه گردید دست باغش. اون باغی که دیده بوده و همون نجاست خانه بوده. در ظاهر شیطان تزیین کرده بوده است. تسویل میگن اینه، تزیین و تسویل شیطانی مانند بهشت میتافته. اون چیزهای خوردگیش همش نجاست بوده است، خیال میکردن میوه های بهشتی است. که دانست گمراهی از مکر شیطان. با فهمید که این مکر شیطان بوده است، من واقعا گمراه شده بودم. که دانست گمراهی از مکر شیطان، خطا کرده است راه فیض یزدان. به خود آمد به گمراهیش اقرار، پشیمان شد به توبه بود 100 بار. بس آن نزد پیرش آمد و توبه کرد. بنابر خاطر با این چیزها فریفته شدن در کار نیست، با اون نورهایی که در نظر جلوه‌گر می شود. باز میگویم 100 بار و 100 بار با شریعت تکیه کنید، با احکام شریعت تکیه کنید که در هر مقامی که باشید، صاحب کشف و کرامات هم که باشد صوفی ها، اگر سری موی از شریعت بیرون شده، دانید که طریقت شما طریقت باطل است. این کشف و کرامات گفته استم که اعمال های خارق العاده گفته می شود.
این عملهای خارق العاده را از کشیشهای مسیحی هم، از مثلا حتی من هندوها، ریاضیدانهای هندو بعضی که ریاضتهای زیادی میکشند، از اونها هم صادر میشود که حتی در زیر خاک بعضیش یه هم خواب میرود با ممبرانش زنده است، حتی در هوا پرواز میکند، نشان میدهد بدبختا را. یک دیوید کدام سال در مسکو آمده بود، والله سال 97 بود 96 بود، همتون در تلویزیون دیدید، در نظر مردم در داخل زد پرواز میکرد، حتی با یک ایال در زیر بغلش گرفته پرواز کرد در تلویزیون، همتون شاید دیده که اگر همون زمان کسی که نسل همون زمان بود. بچه ما وی شیخ کامل گفته رفته خودش بیعت بکنیم، یک فاسق یهودی بدبخت از امریکا بود، دیوید نام داشت. بنابراین کشف و کرامت ها معیار نیست، فقط شریعت معیار است برای پیر شناختن و برای تصوف و طریقت حق شناختن. خب وقتی ما تمام شد دعا بکنیم پروردگار همه ما و شما را از این گفته ها مستفید بگرداند و کسانی را که این سالها را برای ما و شما ارسال فرمودند خداوند اجر جزیل نصیبشان گرداند. و پروردگار سالکایی را که در این راه رغبت دارد و مرشدهایی را که در این راه همت دارند و مریدهای خود تربیت میکنن، خداوند به ایشان پیروی نمودن از قرآن و سنت و احکام شریعت نصیب روزی بگرداند. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار.